سلام، به دومین قسمت از برنامه تینتاک خوش اومدید و مهمان این قسمت از برنامه ما آقای آریا پورکاظمی هستن. آقا آریا خوش اومدید. یه معرفی از خودتون شاید انجام بدید. بله، سلام، آریا پورکاظمی هستم. همین. پس بذار من با چند تا موضوع شروع بکنم. اولا زمانی که ویدیو قبلی تینتاک ما بیرون اومده بود، تو به اتفاق یه تعدادی از دوستان شمال بودی، درست میگم؟ بله. توی اون شمالی که رفته بودین آقای ارشیا حسین زاده، آقای دانیال بیتی و سایر دوستان حضور داشتن. و ویدیو ما دقیقاً تو همون تاریخی که شما پس شمال بودید منتشر میشه و بلافاصله آقای ارشیا حسین زاده تبدیل میشه به یکی از مفاخر صدا و سیما، درست میگم؟ نه تنها صدا سیما بلکه در کل جهان. به حالی. بله. گویا دقیقاً همون شب یه ویدیوی خیلی جنجالی از آقای حسین زاده و دوستان توسط دانیال بیتی منتشر میشه. اینو در جریان هستی؟ کدومش؟ چند تا بوده قبلا؟ بوده، یه سری بوده. حالا ما یکیش به دستمون رسیده. آره. اینو اگه اجازه باشه من الان به شما نشون بدم، من نظرتون رو بپرسم. آقا ببینید اینجا چه خبره. اوه 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 اینجا چه خبره. سوپر. آره درسته آقا. همه گرم آقا. سوپر استار دنیای سینما. آقا لطفاً یه مصاحبه. آقا دمت گرم. آقا ببینید در کنار سوپر استار دنیای سینما و هالیوودیم، آقای حسین زاده. سلام به همه طرفدارای عزیز. ان شاءالله که امشب بتونیم اجرای خنده‌دارتری از اجرای قبلیمون داشته باشیم. بیشتر بهترکی میشه. آره عزیزم سلامت باشید. شما برید به اجرا برسید ان شاءالله. شاءالله. ما حرکت کنیم. خب بذارید من از این شبی که این ویدیو رو گرفتید که شما گویا توش حضور داشتید، درست میگم؟ بودم؟ آره. مثلا چیزی از اون شب یاد مونده؟ ما بالا بودیم مثلا اون شب یکمی تو حال خودمون نبودیم. من خیلی چیزای زیادی یادم نمونده. حالا چیزی بخوای بگی از اون شب؟ والا آره دیگه اون شب دیگه شب بود و ما هم خسته و یکمی هم سرمست بودیم و یه کارایی کردیم. اتفاقا بعدم نشد، یعنی گفتیم که حالا خیلی خجالت میکشیم و اینا، ولی نه خیلی اوکی بود. دوستان هم استقبال کردن، ایشون هم معروفیتشون دوچندان شد. ایشون که معروف بودن ولی به قول شما بله دوچندان. بله. و خب که یه اتفاقی افتاد پشت صحنه. به به خودشون اومدن. میافتاد پشت صحنه. اینجوری نمیشه. استاد آقا بفرمایید شما قبول باشی ان شاء الله. نه باشه میشه یه خاطره از اول میخوای به طور خلاصه بگو در این شمال کذایی چی گذشت؟ در این شمال کذایی کباب زدیم با بچه‌ها، خوردیم، خیلی خوش گذشت. دریا رفتیم. آقای حسین زاده اونجا معروف شدن. مطمئنم یه سفر خاطر انگیزی براشون شد. دیگه گفتیم و خندیدیم و بازی کردیم. مونوپولی زدیم. مونوپولی خیلی حال داد. بعد بهترین خاطره اون شمال کدوم قسمتش؟ همین فکر کنم ویدیو مسیجی بود. برنامه‌ریزی کردیم و تونستیم توی یه تایم کم کارو با کیفیت بالا بدیم بیرون. خیلی خوب. چند تا برداشت رفته بودید؟ ما دومی یا سومین برداشتمون موفقیت آمیز. دومی یا سومی. حتی توی سینمای سطح اول جهان کاری که نولان اینا انجام میدن هم خیلی برداشته زیادی میگیرن، ولی ما شما با دو سه تا کارو در آوردید. خیلی عالیه. من چند تا سوال راجع به سفر شمالتون میپرسم، راجع به اعضای اکیپتون و هر صفت بگید متناسب با کی میشه بیشتر. حالا ما میگیم ببینیم که به چه صورت در میاد. کی از همه دیرتر آماده میشد برای بیرون رفتن؟ فقط کم بیرون رفتیم که اصلا آماده شدن معنا نداره، ولی بگم خودم، چون بعد بالاخره چک می‌کردیم همه چیز اوکی باشه تو خونه و اینا، بعد در رو می‌کردیم. دیجی ماشینتون کی بود؟ خودم، چون خودم راننده بودم. دیجیش هم خودت؟ خودم آهنگا رو خودم می‌ذاشتم. دوستان میگفتن آهنگای آقای قربانی اینا بذارید، من از اون ور گفتن خیلی آهنگای جالبی نبود همش. نه چرا آهنگا خیلی جالب. راضی نبودن؟ نه راضی بودن مطمئنم.
اوکی. و سرخیز گروهتون کی بود؟ بخشی. آره آقای بخشی که ایشون حالا به خاطر اعتقاداتی که دارن و برای نماز صبح بیدار میشدن، بعد دیگه بعد اون کلا من چون آخرا بیدار میشدم من نمیدونم خیلی چه شکلی بود. همراهی میکردید؟ نه ما بله خوبه. کی شب زنده دارتون؟ شب زنده دار بازم بخشی. آره بخشی کلا خیلی علاقه به خواب نداشتیم دیگه. کسی که پای آتیش و کباب و پامنقلیه. دانیال پامنقلی خوبیه ولی کیارش هم خیلی خوب. کیارش نعیمی است. خوبای بهمن از خوبای آره کیارش خوبای بهمن. آره من خودم حالا میرفتم پامنقل که میرفتیم پایین میومدیم. و باز مرتبط با ماشین، مکانیاب ماشین کی بود؟ خودم. ولی همش خودم بود. دوستان واقعا چه شانسی آوردن که منو داشتن توی این سفر. مکانیابی خاصی نداشتیم به جز یه رستوران که رفتیم، بقیه‌شو حفظ بودم. نقشه‌شو پشت خط دارم. میشه نشون بدی بدون؟ بله معلوم نیست. قشنگ بچرخ ما بخواد بکنم. اگه اشکال نداره که آره. اشکالی که نداره. آها. خوبه بشیده. آره. میخوام یه تعداد سوالات اطلاعات عمومی ازت بپرسم آقا آریا. باید ببینم بتونی جواب بدی یا نه. استادی را نام ببر که کانال میم به نام او تأسیس شده است. دکتر مینایی. سعی کن خیلی کوبنده هیجانی جواب بدی سوالات. دکتر مینایی. کدام استاد معتقد است لفظ کاملا سامپاتیک لفظ مناسب تری برای زنجیره سمپاتیک است؟ شکی نیست توش. دکتر هدایتی بود. نام سگ تنتن. من تنتن چیز بود الان بهت میگم. یادم نمیاد. می داره می نه میل تون میلو نه بس نه معشوقه رستم در شاهنامه. سهراب. ته داره. تهمینه. آره. کدام یکی از اساتید واحد میکروشناسی مستحق بیشترین دعای خیر از طرف دانشجویان است؟ آها این دکتر بنکدارش عشق واقعا چوله استادم. حتی نه واقعا آدم با شخصیت، یعنی مثلا میفهمی از خارج اومده باش نمیومدی. نام یکی از اساتید بافشناسی که در اسم اون نقطه وجود ندارد. ملک. آفرین. یکی رندوم از استادای دیگه هم به ذهنت میرسه. بافشناسی رستگار. کلا نقطه نداشته. گرم باید از استاد بافشناسی کلا بگم نقطه نداشته باشه. همه دارن. یه تعداد عکس بهت نشون میدم، بیشتریش اطلاعات عمومی و فنی و ایناست. باید حدس بزن، یعنی حدس کنه، باید ببینی بگی که این عکس چیه. این این آچار چیز ماشینه. برای تعویض لاستیک. آره. آچار لاستیک. یه چیز دیگه، همون لاستیک اسم دیگه‌ای که بخوام بهش بگم چیه؟ آچار چرخ. آره. آچار چرخ. بریم بعدی. این پرچم شیلیه؟ نه چکسلواکی. آره شیلی. خب این آرم کدوم ماشینه؟ د داره. یه چند تا حدس بزن، یه ماشین با د بگو. یه ماشین با د بگو. دنا. بگذاریم. این ماشین چیه؟ برندش هم مال آمریکاست. مال آمریکاست. من فقط 90 اینو من خانواده رنو کار می‌کنم. بگذاریم. این چراغ جلوی کدوم ماشین؟ بنزای قدیمی پلیسی. آره.
این ابزار چیه تو ماشین؟ نیدم خودم یادم خودم نمیدونم. چند تا شاخ داره به نظر؟ 4 شاخ. خب 4 شاخ ماشین نه چیزه بذار کمکت کنم 4 شاخ گاردانه. این چیه؟ نمیدونم چیه. سگ دست. این چرا داداش حالا درسته نمیدونم دلیل میشه فوش بدی بهم. این سگ دسته دیگه. خب باش این سگ دسته. آره ولی خوب بود اطلاعاتون قوی بود. آره فکر کنم یکی دو تایی رو جواب شدم. خوبه دیگه. از 20 سوال سوالات سخت. سوال سخت بود واقعا سخت. ولی راضی بودی از کیفیت سوالات؟ بی‌نظیر بود. شبیه دوره‌های اخیر اومدم. آقا آریا میخوایم بازی دور رو انجام بدیم. فکرم بازی کردی پس دیگه نیاز توضیح نداری. شروع میکنیم. همش هم من از تو میپرسم. سعی کن در سریع‌ترین حالت ممکن کوبنده و فشاری جواب بدی. با صبحونه به جای پنیر و اینا چی میشه که کره مربا. خب حالا مربای بهانه نه در باب تفاعله. مربای شقاقل. آره خروس نسخه مؤنث چیه؟ آره مرغی که چیز شده باشه توی روغن اینا گذاشته باشن کرده. نه مرغ یه ذره یه پودری هم روش زده باشن. مرغ سوخاری. آره اون حیوانه چیه که رو زمین میخزه سیس میکنه میره؟ آره مار. آره حالا اون حیوانه که تو آب شنا میکنه دریایی. نه آبی. مار آبی. نه حیوانه. مارماهی. آره مغازه‌دارا تو مغازه‌شون شبای چیزی رو میکشن پایین صبح میدم. آره کرکره. حالا اگر که با الکتریسیته کار کنه میشه برقی. آره بابا فکر می‌کنم دیدم به خدا من باهوشم. این چیه که میکشن؟ سیگار. آره حالا اگر که باز اینم با الکتریسیته کار کنه سیگار برقی. سیگار الکتریکی سیگار برقی. آره نوشیدنی چیه مثل یه پکی میمونه میخورن؟ حالا یه جور دیگه میتونم بگم یه نوشیدنی انقدی جعبه‌ای که نه ساندویچ. آره خب یکی از بچه‌هامون فامیلیش جالبه یه حیوان دریایی خونش آبیه. حیوان دریایی که خونه آبی داره فامیلی یکی از بچه‌هامونه. به ما مه شروع میشه. حیوانه که حیوان دریایی که خونش باشه غذایی هم درست میکنن. یه تمام شد بگو. میگو پلو. میگو کسی که مسخره بازی زیاد داره مثلا میگن فلان. دلغک. آره اون حیوانه که میو میو میکنه چیه؟ آره گوسفند چی داره دورش؟ پشمالو. آره کسی عصبانی بشه میگن چی خورده؟ نوشابه. نه عصبانی بشی میگن فلفل. نه عصبانی هستی مثلا روژه هاش چی میشه تو فیزیک؟ روژه هاش فشار خورده. آره فشار. گیلاس اون یکی چیه؟ آگالو. آره اگه تر نباشه چیه؟ آگالو خشکه. اون میوه که نارنجی قسمت داره داخلش. نه قسمت داخله. نه نرم هم هست داخلش. مثلا 7-8 تا دونه قسمت هم بیشتر نداره. هر قسمتش هم بعضا یه خیلی کم پیش میاد هسته مشکی هم توش باشه. خرمالو. آره قسمت داره خرمالو. مثلا میگن که سیب سرخ گیر چی میاد؟ حیوانه چیه؟ شنیدی؟ خر. نه بذار یه جور دیگه بگیم. شبیه کفتار و گرگ و اون یکی چیه؟ کرکس. نه شبیه ایناست. یعنی حیوان چیزه رو زمین راه میره. با شه شروع میشه. چغال. آره خوبی سخته. بپرس. یه اصلا تموم شده بابا دیگه بابا. آره خیلی آماده بودی. بابا فکر میکنن آماده بودیم اصلا. نه به خدا میخوای اصلا یه بار دیگه تست کنیم. میخوای با کلمات لول سخت سهش بگم این چیکار کنم؟ نه خب قطعا نمیتونیم. نه آقا ما میریم. یه شرطیش کنیم اصلا. شرطی سر چی؟ اگه من نگفتم یه سر ماشین تاپ بزنی؟ آره دیگه. نمیصرفه نواد تو 200 بذار روش. خوب زد. عشق. خب آقا بریم. آماده ای؟ دبه اینام نبید. شرطیه بابا. اون شیرینیه که بگی نگی یکم کش میاد بعد شبیه پاستیل میمونه.
ولی اسم شیرینیش یه ذره رسمی تر تا پاستیک، مثلا تو شیرینی فروشی هم میفروشه. با ب شروع میشه. باسلوق. آفرین. ایوه. باسلوقی که اون محصول گیاهان چیه ثمره‌شون؟ سمخ. نه چی؟ درخت چی میده مثلا؟ آره. شبیه توت میمونه ولی یه ذره خواستر. شاتوت؟ نه چی این یکیه؟ تمش. آره. اگه که مثلا یه رنگ غیر قرمز بگو تمش سیاه. نه تمش که آبی. آره. تمش آبی؟ آره درست. تو کام بوده بریم. لامپ اسم دیگه‌اش چیه؟ چرا؟ آره چراغی که چربی گوسفند و اینا رو چی میگن؟ چراغ پیش‌سوز. آفرین. بعضی میگن پیه البته. درسته. چراغ موبایل رو بهش چی میگن؟ چیز فلش. آره فلش. فلشی که برای ماشین میگن. یه وسیله سنگین جنگی که میشن توش شلیک میکنه. حالا فلش فلش تانک. آره. بزنی تو چای اینجوری بعد شل میشه میفته؟ نبات؟ نه شل میشه. انقدر مثلا تقریبا بعد قرچ هم میکنه بذارید در آب گاز نبات؟ بزنی. نه اون قدم نبات باید داشته باشی. دقیقا نباته. نه 1 کویت 2 کویت 3 کویت تا برو تا 19 کویت بعدیش هم میشه یکی مادر. آره بیسکویتی که توش یه چیزی باشه. چی کشمشی؟ بیسکویت وسط دانمارکی چیه؟ آها وانیلی. نه بیسکویت چی دار؟ کرمدار. آره ایوه عالی. باختی تو. ماشین رو بذار با 200 روش بده بده. آقا ریا ما یه شایعه ناجوری شنیدیم ولی من که باورم نشد، میخوام برای رفع سوء تفاهم‌های همه از خودت بپرسم. گویا تو این بازی که شما رفته بودید شمال یه شخصی با یه خودرو N90 نقره‌ای توی اتوبان‌های شمال حرکات ناجور و رانندگی پرخطر و خیلی غیر اخلاقی انجام میداد. ما یه ذره شک کردیم شما گویا اکیپ یه N90 نقره‌ای برده بودن داشتید و به قولی قطعاً. حالا من که نبودم هیچی، اصلا یه تهمتیه به جامعه 90 دارا. یعنی مثلا من خودم با من عضو کوچیکی از این جامعه این حرف شما رو 100% رد میکنم. تهش با حالا آخر هفته بچه‌ها رو سوار کنیم یه بنده علمی فرهنگی میریم این حالا صدای بلندگوی مسجد هم اومد اینقدر مقدس علم خواهی از این حرفا نزن. کامل تکذیب شده دیگه اصلا حرفی نیست توش. نه اصلا شکی نیست. و اگه اجازه بدیم ما یه فلش بک بزنیم به اون ویدیویی که از شما وایرال شده بود. به اتفاق بالا بچه‌ها پشت صحنه بودن، آقا ارشیا بود، سلبریتی مشهور. اجازه است میخوام این سوالو به قولی اینطور بپرسم که تو توی اون ویدیو نقش هوادار دو آتیشه آقا ارشیا رو داشتی، درست میگم؟ اوه اینجا چه خبره؟ سوپر. آره درسته آقا. همه گرم آقا. کوچیکش هم هستم. کوچولو آقا ارشیا هم. یعنی نقش بازی نمی‌کردی؟ هرگز. حالا اگرم اصلا خوشم نمیاد از دوری. حالا در صورت میخوام الان با قوت هرچی بیشتر نقش هوادار رو بازی کنیم و به سوالات من جواب بدی. یعنی هوادار پرپاپورس آقا ارشیا زندگی رو بدون آقا ارشیا تصورش کن. ترندی که برای آقای گلزار درست کردن از روی آقای حسین زاده تصورش هم سخته. ما پشت پرده صداشو دارن نیاورد ولی شاید باورتون نشه تو آفریقا 10,000 نفر هستن که به عشق ایشون هر لحظه نفس میکشن. غذا ندارن بخورن ولی برای ایشونه زندگیشون اصلا یه جورایی تقدیس شده است ایشون. یعنی عبادت میشه. از بقیه سلبریتی هم یه لول دیگه یعنی آقا نه مثلا مثال بردی شما ولی ما دیگه مثال نگیم چون ایشون یه لول دیگه. نه اصلا آره. خب صحیح. و سوال بعدی هرچند شما اینقدر ارادت داری به ایشون ولی توی اون ویدیو آقای ارشیا ایشون اینجا نشسته من خجالت می‌کشم حرف بزنم. توی اون ویدیو آقای ارشیا اونجوری که تو بهش به قولی هوادارش بودی این هواداری رو بر نگردیم که مثلا به تو یه محبتی انتظاری هم نداره. یعنی از علاقت نمیخوای برگردی یکم فکر کنی راجع بهش. انتظاری هم نداره. ادامه میدی. مثلا ما رو بزنه هم باز دوستش داره. پشیمون نیستی که هرگز.
چه ویژگی‌هایی توی آقا ارشیا دیدی که این میزان از علاقه به آقا ارشیا ایجاد شد؟ حالا یکم جدی بگم. ارشیا شوخیاش یه مدل خیلی خاصیه. بعد از این مدل است که مثلا اوایل که می‌بینی میگی چقدر مثلا خلاقه و باحاله و اینا. بعد یه مدت دیگه میگی بابا بس کن دیگه، این چی شوخیه. بعد این یه لول بعدی داره که سخت باز میشه. واقعا این برای من باز شد. اون دریچه‌ای که باز بشه بعد دیگه هر شوخیشو به عمقش پی میبری. نه واقعا جدی میگم، بعد یه مدت دوباره شوخیاش باحال میشه برات، بازم میخندی به هر چقدر شوخی. یه دوره تناوبی داره دوباره. ولی دوباره سویچ نمیشه به اینکه نخندی. دیگه ببین حالت معنوی میمونه. حالا یه سوال دیگه، من یه سوال پرسیده بودم از آقا ارشیا بر حسب حجب و حیایی که داشت نتونست جواب کامل بده. خب از شما بپرسم. منتها بازم با یه سری نکاتی تو جواب لحاظ میکنم. میخوام بپرسم فحش مورد علاقت چیه؟ منتها میخوام که عصبی، پرفشار، با استفاده از دست، فحش طولانی مدت و کاملا پر انرژی رو منتقل بکنی. مورد علاقه من یک کلمه. نه خب تو طولانیش کن، همون رو میتونی چند بار بگی با لحن‌های مختلف هرچی و پیشنهاد میکنم برای اینکه بیشتر اون فشار و عصبانیت رو لحاظ بکنی یه کسی رو تو ذهن تصور کنی. حالا میتونه هر کسی باشه، کسی به حالا نمره بدی داده، نمیدونم هر چیز، و خیالت هم راحت، ما سانسور میکنیم همه چی. یعنی تو میتونی حداقل بگم 20 ثانیه الان یک کله به اون دوربین و همون دوربین تا میتونی فحش بده و کامل سانسور میشه. خیالت راحت 20 ثانیه هر رکیک، هرچی رکیک‌تر بهتر. رکیک‌تر. اینجا یه سری آقا من عرضم به خدمت شما که خب نه عصبی پرفشار نه بخند فحش بده. من خیلی اوقات آمیخته است. محمد بیا این پشت وایسا، عکس یکی دیگه رو تصور کن. محمد اصلا به خود محمد خب من خیلی با دستام شاید کار نکنم. چه شد تو کلام فکر کن ال90 تو دزدیدم. یه چی بگو ال90 منو میدزدی؟ تو مثلا چیکار داری ما رو برداشتی؟ باشه بهمون ندادی، چای دادی به ما 10 میلیون دلار بودجه گرفتی. هم که سرد بود. حالش خیلی خوبه. سرد شده آقا، اصلا به درد آیستی شده. ما میخوایم که به قولی برنامه رو دیگه تموم کنیم و چیزی باقی نموند. میخوایم اون تا قبلش یه سری هدیه ها و جوایز ویژه‌ای که اسپانسر برنامه و حالا ادامه‌اش رو بیشتر توضیح میدم. اسپانسر برنامه برای شما تدارک دیده، میخوایم ما تقدیم شما میکنیم. اولین هدیه یه عکس یادگاری هست که این فرد محبوب شما و سلبریتی که شما هوادارش هستی هم به اتفاق خود شما تو اون عکس هست. خیلی بابا من اصلا عکس دارم مگه با ایشون؟ بله آقا دیدم میگم هیچ وقت رسیده باشم بهشون. باور کن من فقط یه فاصله بین شما هستم. اون تا اینو میتونی بعداً با ماژیک و اینا حذف کنی. این پشتش هم حالا نمیخوای امضا بذار برای خودت بمونه. آقا ارشیا امضا برات زده با یه دل نوشته. ایول ممنونم از اسپانسر برنامه والکس بود. نه اونا چیه؟ ما جالب نیستیم بالاخره خیلی یه لول دیگه هستیم. واقعا چیز جالبی بود. و منتها نکته دیگه این هستش که ما یه اتفاقی رو ترتیب دادیم. مهمان قبلی برنامه ما که آقا ارشیا بودن زحمت کشیدن یه هدیه ویژه‌تر به هوادارشون دادن. میخوای بدونی چه هدیه‌ای بوده؟ شاید ایست قلبی کنم. نه اوکی من همینم برام یه دنیا بود. من پیشنهاد می‌کنم که تو چشماتو ببندی تا هدیه رو به طور ویژه‌ای ما بیاریم. مثلا سورپرایز بشه. حاضر آقا بزرگ یا یه 20 ثانیه چشماتو ببند تا من هدیه رو برام آماده بکنم بیارم.
نه بذار من توضیح بدم. نه صبر کن. آقای ارشیا دیدن که تو داری وارد عرصه پرحاشیه‌ای صدا سیما میشی و به قولی خیلی این عرصه میتونه که پر از چالش باشه برای همین نیاز دونستن که بادیگاردشون رو به صورت 1 ماه اشتراک بادیگارد رو در اختیار شما بذارن که با مشکلات معروفیت بتونید دست و پنجه نرم کنید. نظرت چیه آقا محمد؟ 1 ماه خیلی عالیه. بادیگارد شما شو انگار یه تیکه‌ای از وجود ارشیا جان کنده شده و تقدیم من شد. واقعا همینجا ازشون من تشکر میکنم. تیکه بزرگی هم کندن. خیلی ارزشمنده این هدیه. ان شاءالله که برای شما مفید باشه. ان شاءالله که مفید باشه. یه سورپرایز ویژه‌تر ارشیا یه دلنوشته باز برای شما نوشته که پاکت کرده برای شما گذاشته که میتونی که شما ببری خونه مطالعه کنید. اصلا فاخر نیست. نه چیز قبلی فاخر نیست. متن توش مهمه. ارشیا ببین توش چیه حالا آریش من چیز باید برم کار دارم. آره داداش تو الان یه ما برای من برام تنبیه چی بود توش؟ خالیه که ارشیا داداش خالیه که خودش خود آقا آریا اینقدر پره نیاز به هیچی نداره. قربونت آقا آریا. انشالله که از اینم که هستی بهتر بشی. بیا داداش البته شما دیگه نمیشه. نه آقا این چه حرفیه؟ ما خودمون خاک پاتونیم به خاطر شما به اینجا رسیدیم. بیا آقا نامش پیدا شد. مرسی چشم. خب بازش کن میشه. اصلا راضی نبودم. چرا؟ شو همین الان یه کوچه تو امیرآباد رو به نام من کرد. خوبه دیگه. اصلا انتظارشو نداشتم آقا ارشیا. من عزیزم مالایت بشم آقا آریا. مرسی. البته اصلا خوب نیستش که من بخوام قطرهایی از ثروت ایشون رو به مخ بکشم، ولی اتفاقی که الان افتاد دستشون درد نکنه. واقعا آقا ارشیا ویژگی که داره هیچ وقت یادش نمیره از کجا شروع کرده و این ویژگی خاکی بودن من یه ویژگی قابل تحسینه که امیدوارم که همه سلبریتی وقتی به جایگاهشون برسن یادشون نره از کجا شروع کرده و مطمئنم که تو هم لیاقت این جایگاه رو خواهی داشت. مرسی. شکست نفسی میکنه آقا. میشه یه حالا خیلی هدیه بزرگی بود که آقا ارشیا برای شما ترتیب بذاره. یه به این دور فرض کنیم می‌خوایم به آقا ارشیا یه صحبتی داشته باشیم. آقا ارشیا نظرت کلا راجع به برنامه چی بود؟ خوشحال میشم بدونم. عالی بود. میشه تیانتاکو در چند کلمه توصیف کنید؟ چای صبح دیگه یکی دیگه چای و صبح. مرسی خیلی خوش اومدی. و دومین قسمت از تیانتاک هم به پایان رسید. خیلی زود تموم شد. خدا زود میرن. خداحافظ. بیا پایین بریم تو این دوربینه. آروم بیا اینجوری. اسکات برو حالا همینو بیا بالا. وزن روم نیست آخه. بیسکویت وسط دامارکی چیه؟ وانیلی. نه بیسکویت چیدار؟ کرمدار؟ آره. دکتر مینایی. آروم بیا اینجوری. اسکات برو حالا همینو بیا بالا. وزن روم نیست آخه.